حاج محمود هلوش 20 خورده سال پیش ما یه همسایه داشتیم، اصلا کاراش خاص بود، رواز بازار کساد بازار میفروخت. مثلا یکی از کارهای خاصش این بود که پشت سرش یه اسکناس پاره پوره قدیمی و یه قاب خوشگل زده پشت سرش. یه روز بهش گفتم که حاج حسین، بله. گفتم که تو چجوری رواز بازار کساد بازار میفروشی؟ کارات خاصه، این چه پشت سرت زدی؟ گفتش که حاجی چند سال پیش، هلوش 20 خورده سال پیش، یه پیرمرد دست تو بچه‌شو گرفت، چبید اومد در مغازه من، گفت پارچه چی داری؟ من واسه بچه‌ام چیز کنم. گفتم آقا این پارچه رو ما داریم، دادیم بهش. آقا اومد از جیبش پول در بیاره، دیدم یه اسکناس پاره قدیمی، از اون جیب دیدم هیچ پول نداره. گفتم آقا نمیخواد، همون رو به من بده. ما اینو ازش گرفتیم، اینو دادیم بهش، رفت زن بچه‌شو گذاشت، برگشت در گوش من گفت جوون آبروی منو جلو زن بچه‌م خریدی، خدا ان شاءالله واسط بسازه. والله قسم از اون روز به این ور زندگی من کن فیکون شد، یعنی از در و دیوار واسه من خیر برکت اومد. یعنی واقعا وقتی اینا رو آدم نگاه میکنه میبینه واقعا برکت زندگی همین چیزاست. این که آقا من اینو خریدم اونو فروختم نیست، برکت دعای خیر دیگرانه. یا علی.